سلام، چطورین؟ صدای من میشنوین از شهر زیبای مادرید. آقا من یه کاری داشتم واسه همین یه سفر 2 روزه دارم سربالایی میرم بالا، بعد نفس میزنم، ببخشید. خلاصه سفر 2 روزه دارم به مادرید. امروز ظهر رسیدم، یه کارمو کردم و رفتم دوستم رو دیدم و تو خیابونا چرخیدم و اینا. الان دارم میرم بیرون یه چرخی بزنم. چقدر هوا خنک‌تر از والنسیاست و قشنگ اون سوز و سرمایه باشه بده که دارم اینجوری نفس قشنگ سوز و سرمایه هوا رو حس دارم میکنم و واقعا به این هوا عادت ندارم. یعنی این هوا اصلا اسپانیا نیست. مثلا والنسیا بارسلون هواش تقریبا مثل شماله. خب اینجا میتونم بگم هواش مثل تهرانه یا حتی شاید کرمان، شهری که خودم زندگی میکنم، سوز داره. خب سعی میکنم تو این ویدیو واسهتون از حال هوای مادرید بذارم حالا تا خیابونا تاریک نشده. کسی این پشتم میبینین الان تقریبا تو محله اوکیشم فکر کنم. حالا دارم میرم سمت خیابون گرانویا که خیابون اصلیشونه و برم ببینم چه خبره دیگه. با من همراه باشین. بچه ها ببینین چقدر این خیابون خوشگله. ای خدا چی واقعا عاشق سگای اینجام که دعواش میشه. این چقدر وایب اینجا با حاله. دارم سرچ کنم ببینم این خیابون کجاست، چون تو سفر قبلیم به مادرید همچین جایی ندیدم. به بانمکه خوش هم آمد. واسه مقصد اول دارم میرم یه جای هیجان انگیز. وای یهو ناخونامو دیدم و فهمیدم که من عاشق این رنگم، یعنی این رنگ منه. انقدر این سری دوستشون دارم، حتی دوستامم خیلی تعریف کردم و انقدر قراره همش منو با این لاک ببینین. اصلا مثلا مهم نیست که تکراریه، واقعا عاشقشم، یعنی عاشقشم. ببین چقدر بلند شده. خدای منم داشتم میگفتم دارم میرم یه جای هیجان انگیز که تو تیک تاک ویدیوشو دیدم. یه چیز خیلی 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 خوشمزه داره و اصلا میخوام بمیرم و اگه مثل اون چیزی که تو تیک تاک دیدم نباشه واقعا گریه میکنم. وای من این شهر رو واقعا میخوام، واقعا باحاله. یعنی امیدوارم مامان این ویدیو رو نبینه، چون من هر شهری تو اینجا اسپانیا کوفتی که میرم اینجوریم که من باید بیام اینجا. همینه که تا الان 3 تا شهر عوض کردم: بارسلون، مورسیا و والنسیا. خدا به خیر کنه 4میش مادرید نباشه. هنوز نمیدونم دوستش دارم یا نه، چون زندگی نکردم واسه زندگی، ولی چند باری که اومدم خیلی بهم خوش گذشته. یعنی یه بار که خب با دوستامون اومدیم 2-3 روز موندیم، 2 بار با دوستام اومدم، 2 بارم اینجوری یه روزه اومدم که مثلا کار داشتم. مثلا شما کلاس کافه رو نگاه کن، کلاس تتو شاپ رو نگاه کن، خیلی خوبه. وای به اینجایی که میخوام ببرمتون فوق‌العاده است. یه بارون نم ریز مسخره‌ای داره میاد که دلیلش رو نمیدونم، ولی اصلا ازش خوشحال نیستم. اینو می‌خواستم بگم که یه چیزی که راجع به مادرید دوست دارم و این چند باری که اومدم توجهمو خیلی جلب کرده، تیپ مردمشه. حالا نمیدونم، سعی میکنم ویدیو واسهتون بگیرم. وای بارونا، ولی آدمای خوش تیپی ان. یعنی مثلا به استایلشون میرسن. مثلا تو شهرهای دیگه مثل بارسلون و حالا بیشتر بارسلون، یه شهر دیگه که من رفتم مثلا بارسلون، اینجوریه که خیلی راحت لباس میپوشن. حالا اصلا مهم نیست کجا. مثلا خانم اومد تو ویدیو، مثلا تو خیابون خیلی رسمی و شیک استایل میزنن، اما بارسلون اینجوریه که خیلی نه که بد و زشته، مثلا خیلی راحتی طور، مثلا زیاد استایل خیلی شیک و پک نمیزنن. یا مثلا اینجوریه که مثلا بارون داره اذیت میکنه. اینجوریه که خیلی چیزایی خیلی رسمی و راحت طور میپوشن، ولی خب اینجا نه،
صدای پاش نمیشنم، یعنی به خودشون خیلی شیک و پیک میرسن و میپوشن و اینا. خب جایی که میخوام ببرمتون اینجا سیسی بیگلز، بیگل سیسی ها. همیشه که میبینی خوشگل مشکله. این فاز قدیمی طور داره، کوچه‌ش همین شکلیه. فکر میکنم فازش قدیمیه. بریم ببینیم چه خبره. دودو باورتون نمیشه چی شد. تموم کرده بود تیرامیسو لاته‌شو. این واقعا یعنی چی؟ اینم به خاطر همه پویان پشت ویدیوم فیریک میزن. نمیدونم به خاطر بارونه که دوربینم اینقدر کیفیتش بد شد ویدیو، یا به خاطر گوشیمه، یا نمیدونم. واقعا ناراحتم کرد. تموم شد. من الان دلم اون چیزو میخواد. ولی خب حالا شدم شانس بود چون 10 یورو بود و یه سر زیاده واسه چیز. ولی خب توی تیک تاک هم گفته بود، این تو تبلیغاش هم نوشته بود که مثلا at the same time هم درینک داری هم دسر داری. اینجوری یه جوری خوش راضی کرده بود. ناراحتم دیگه، قسمت نبود. حالا اگه فردا قسمت شد این ور آمدم میام. خلاصه که شانس، بختم، شانسم. بارون داره شدیدتر میشه. من اصلا حوصله خرید چتر رو ندارم. چه تا حاله ببینین اینجا رو. مغازه‌هاشم خیلی خوشگله. خدا وکیل خوشم آمد. کلا از مادرید خوشم میاد متاسفانه. مجبور شدم حجاب اسلامی رو رعایت کنم. حجاب واقعا واسه اینجور مواقع چیز خوبی. ببین خیس آب شدم دیگه، تموم شد دیگه. بعدم میاد از بارون ها اینجوری. بعد چه برسه تو بدرم نگفتم بود قرار بارون بیاد. ای خدا خوشگله ها بارون، ولی خب من دوستش ندارم. اسپانیایی ها هنر در کردن. اینا رو با کشی دنبال خامون و این چیزان دیگه. معروف ترین چیز اسپانیایی این از این مغازه هاست. آی داداش کاش من چتر تو رو داشتم. اصلا حال ندارم چتر بابا، شاید عاشقانه. خدافظ. خب از اینجایی که بارون داره میکشتم و قهوه هم نخوردم، میاد برم یه کافه بشینم. بچه‌ها ما دوستم برم بیرون. یه کافه پیدا کردم انشالله که خوب باشه. من هنوز دلم چون لاته تیرامیسو است. هنوز خب بارون قطع شد. همینجوری که میبینین دارم تو کوچه پس کوچه ها میرم برم سمت رستورانی که قرار دارم با دوستم. خیلی بارون که اومده، حالا هوای کوچه ها با حاله. خلاصه که با من همراه باشین توی بلاگم. فردا هم مثل جای دیگر رو میبینم. من چندین بار مادرید اومدم واسه همین جای اصلی و دیدنیشو دیدم. دیگه وقتشه که کوچه پس کوچه ها و جای رستوران کافه ها و ایناشو ببینم. اگه دوست داشتین بلاگو دنبال کنین. سلام، چطورین؟ خوش اومدین به روز دوم ولاگ با من. امروز هیچ آرایشی نکردم، گفتم سر همینجوری صورتم نفس بکشه، ولی خب زیاد جالب نیستم. بیدار شدم دیگه، برم ایستی بخورم، دارم دنبال کاربارام. بعدش هم خوشی بود خوبی میاد از این مغازه. من خیلی خوشگله مغازش، واقعا خوشگله. خیلی بوی خوبی میاد. دیگه برم کاربارامو بکنم و الان دارم میرم همون جایی که دیروز نداشت تموم کرده بود لاته تیرامیسو. برم این رو دلم وگرنه میمونه دیگه. من خودمو میشناسم. خونم همه شکست. بریم دیگه، بریم داشته باشیم امروزا دیگه. همین دیگه یه ذره بی انرژی ام.
واقعا این اثر هنری میمونه، اصلا نمیدونم چی بگم، اینقدر خوشگله. اومدم یه جای خوشگل که پولم بهش نمیرسه، یه حالت سنتریه که همه برندهای لوکس هستن، خیلی خوشگله. تا با نیده بودم این تو مادرید، همه چیو داره. کدوم بریم اول؟ سلام خوشگلا. امروز زیاد ویدیو نگرفتم چون تقریبا هر جا که میرفتیم و قدیما رفته بودم. الان تو خیابون اصلیشونم، میخوام برم چروس بخورم. پارسال که افتادیم مسافرت هم اومده بودم با دوستان. خیلی شلوغ خلوغه، میترسم گوشیمو بیارم بیرون، واسه همین زود ویدیو رو قطع میکنم. همین دیگه، خیلی خیابون شلوغه، بهتونشون میدم. خب اینجا یه چروس فروشی خیلی معروفه به نام سنخینه که چروس داره، بعد کل این کوچه پر مغازه است. یعنی اینجا داره مثلا پاره باره، ببینید آقا داره میاره براشون. دوستان بتونم بشینم چون هیچ وقت نتونستم بشینم. بعد این صفش نمیدونم در نظرشون واسطم سر صفی هم صفش واقعا طولانیه. فکرم اینجا واسه اینه که مثلا بر بیرون بر بگیریم، صفش واسه نشستنه. خب در خدمتتون هستم با یکی از معروفترین شیرینی‌های اسپانیایی به نام چروس. به این صورت اینو میزنید تو این و میخورید. چقدر مسخرم واقعا، جاتون خیلی جاشم خوشگله، قدیمی طوره. امروز واقعا مصرف قندم رفته بالا، ولی میگم چون بیکارم تا شب یه کاری داشته باشم مثلا اینجا. چیرز. گفته بودم 3 تا میخوام برم، 4 تا آوردن، همه‌شون نمیتونم بخورم قطعا. خب اینجا هم که پلازا مایوره، بریم ببینیم چجوریه. جای میشه گفت که میدون اصلیشونه. چه آسمون خوشگله، بریم کم عکس بگیرم، خیلی خوش وایبه. آخه یادش بخیر چند ماه پیش اینجا بودم، یعنی پارسال چند ماه پیش که پر توریست. اینو آسمون نازه، چه پر این عروسک هست. چی بود اسمش؟ کارتون مورد علاقم تقریبا، یکی از کارتون مورد علاقم. خوشگله دیگه. امروز توی استادیوم بازی دارن، اینجا خیابونا خیلی شلوغه. حتماً چون ایسکا نزدیک استادیومه، مثل اینکه یه کافه استارباکس باز کردن که مخصوص استادیومه و بعد گفتم بیام، ولی فکرم خیلی شلوغ باشه چون ساعت 9 رئال مادرید با یوونتوس بازی داره. این طرفدارا رو میبینی با نمک، انقدر شلوغه که اصلا نگم. تو مترو خیلی شلوغ بود. امیدوارم هر کدوم از شما که در این ویدیو رو میبینین اگه عاشق فوتبال و رئال مادرید و این ورزشگاه و این داستانایی، زودتر بیاین اینجا. همین کم از حالا هوای ورزشگاه ببینیم. ساعت 9 بازی شروع میشه، اما ساعت 7
فکر کنم زودتر میرن تو، یا مثلا مدن نوشیدنی چیزی بخورن. خیلی باحال، پر طرفدارای رئال مادرید. برم ببینم اصلا استارباکس جا داره. فکر نکنم، واقعا فکر نکنم. نمکه. خب دیگه داریم به آخر ولاگ نزدیک میشیم. منم میرم ایستگاه قطار، ساعت 9 بلیط دارم دیگه. همین دیگه. مرسی که ویدیومو دیدین. واقعا وقتی که این لحظه های زندگیمو که حالا تنها مسافرت میام یا هرچی رو باهاتون به اشتراک میذارم، خیلی حس بهتری دارم. امیدوارم که لذت ببرین. هر پیشنهادی، انتقادی، هر چی داشتین حتما مثلا بنویسین. کلی دوستتون دارم. خیلی خوشحالم که خانواده کوچیک اینجا تو یوتیوب دارم و امیدوارم روز به روز بیشتر شیم و من بتونم بهتون کمک کنم. همین دیگه. مرسی. روز بهتون. فعلا خدافظ.